سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که به سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است، ثواب مسجد چند است؟ البته صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستین. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفض ب27 درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخوانین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخوانین 27 نماز حساب میخورد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اینم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وی قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. از صفحه را روز کنید. السلام علیکم. برادران و خواهرانی که قد پست دارند و میخواهید قد بلند داشته باشید، دندانای ضعیف دارند، ناخناتون ضعیفند، موی سرتون تez میریزد، استخواناتون بی‌قوتند و میخواهید که بقوت کنید، راهی حل همه همین مشکلی ها در دست من اوزماکس احصال ترکیه اوریجینال که زیاده از 21 نمود ویتامین تیار شده است. برادران و خواهرانی که اوزماکس اوریجینال خود را میخواهید از ما زکست نمایید، در کامنتاری واتساپ نویسید، ما واتساپ خود را به شما روان می‌کنیم. بابای داملا، سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است و شکرانه آن را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است. اگر در مساجد دیه از آن را در درون مساجد دهند که با غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود، چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن میگوید که شرم میکنم. التماس جوابش رو با طریق تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی، تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون. وقتی تو شرم کنی که اذان میدی، نخواه که اذان دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردنها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا اذان میگفتند. از همه بلندترین گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است، خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد چی در دیه باشد چی در شهر باشد اذان گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود اونا همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است؟ اگر مادام شرم میکنی همین برادر کسی باشد، حق نداری تو اذان دی. اذان احتیاج به تو هم ندارد، احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا مؤذنا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد. برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترامی بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما. برادر میشود که همون قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب داره، تو قضایات بخوان در حق پدر و مادر دعا کن.
اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد، قضایی بخوان، قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است، در حق کدام اولادی نباشد ثوابش ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی، نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، نه جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمونید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه میگفتن که ماها مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمانی بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمانی به خدا داشته باشد و مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد. لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابه پیغمبر است. من صحابه های پیغمبر را دیراب کردم. مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند، میگوید همش یک طایفه هستند، همش یگان فرقی در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما عنعنه شده است سنگچگردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم، در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضیاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضیاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم. از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب 1 سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد 1 ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن بعد شام میتواند که بعد 1 ساعت اگر ضرورت داشته باشد میتواند که نماز خفتنش ادا کند، و الا نکم از 1.5 ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلا 1.5 ساعت، اقلا 1 ساعت و 15 منوت ایستید، بعد نماز خفتن خوانید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یگان کار تعجیلی باشد، 1 ساعت پس خوان، انشاءالله درست میشود. و این سوال سنگچگردانی که هسته، این باز وفات نو شد، باز برای این سنگچه نو راستی بار در یگان آیت و حدیث در باب سنگچگردانی چیزی آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف همه شما میشناسید، در همین محله ما بود، داملای بخارایی بودن، استاد ما هم بودن. شاید وقتهای زیادی ما در پیش همون کس سپری میشد، برای بیمار بودن، در جایگاه خواب بودن. همون کس میگفت بچم دایم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خوانید، دعا کنید، بس حضرت تبارک خوانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت میبخشم، زیرا که امروز همون برادرایی که سنگچه میگردانند همونها همین سنگچه گردانی را از عهدهش نمیبراین.
برای سنگچه‌گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه مرده‌دار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کدام گپی مرا میشنوید او روز صندوقچه همین خیریه را ما میکشاییم. یک کس سوال داده است که چرا یگان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمیزند؟ 10 بار گفتیم شما گوش نمیکنید. مادام گوش نمیکنید 5 کس نه 10 کس خانه‌تان را مهمان کنید، 10 کس نه 20 کس مهمان کنید. ما 10 جا خبر دادیم. برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن. بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ 10 بار از رهبری بگیم جمهوری سرکرده در باب همین خراجات‌های بی معنی چندین بار صحبت‌ها کردن. من در همین قصر فرهنگم برآمد کردیم، خاصه در همین باب که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همینجا راه میراد میآید. همینا چی لازم؟ همین اسراف‌های زیاد. این معرکه‌هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است. قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستند، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. به نهایت بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیاریم، آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و قرآن خواند، در حق پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونین که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای ملا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشالله در این کار شما ثواب میگیرین. لکن نفاریتون اختیارتون 100 سنگ بیارین 200 سنگ بیارین کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یگان جور سنگچه نمیگردونیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام می‌یابد. در دست یک خیلش 10 تا سنگچه اخلاص سر میکنن، چنان بخواننش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره الم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان الم نشرح را میدونه. همه رو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دستها در سنگ در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا از کی شوربا میآید. تستر همین سنگچه را پرتافته است، تستر بود شود و تستر همین شوربا را خورید خیلی میشود مرده به دست آخه. اینا هیچ معنی ندارن. نیست، نه در قرآن است نه در احادیث پیغمبر خداست. میتونین هم یک سوره تبارک یک ملا بچه را برین بخواند، اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین اختیارتون کدام راهش پیش شما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعض کتاب ها، بعض سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبتی مخصوص دارم. خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می‌دارم و اعتراف میکنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟ دوم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهب‌ها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم. آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش رویش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم
یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمان ها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودن، وقتی چهاریار بودن، اونجا اختلاف پیدا نمیشد. هر اختلافی که پیدا میشد پیغمبر خدا در حال او را حل میکرد. هر اختلافی که پیدا میشد این چهاریار حل میکرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال این 4 یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادند. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب ده، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند، حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث های ضعیف و حدیث های باطله را در حدیث های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام ها برای آنه که مردم این عقیده های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه فرقه با یکدیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتند دادند. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است. میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان. من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام، کریموف عبدالله، قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ضلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادند. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند. به هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردند خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوالی من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفید ها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است؟ نه، گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها براید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نه، در دمینابازی نه، در ششکبازی و قرطبازی نه، در بازار سیر کردنش نه، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد. انشاءالله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود، با که ندارد گناهی ندارد. کدام موی سفیدی می گوید یگان حجت ندارد، دلیل ندارد. این مردم هم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمی داند، کس نمی داند در این بحر عمیق، کس نمی داند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کسی نمی داند.
از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدم بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبتی و گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، با سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف، شما خرامان راه نگردید. یعنی شما تکبرانه راه نگردید، مثل بنده راه بگردید. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد. مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار میتد خودش را با یک تواضع نشان میداد، حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفت تو این چنان راه نگرد، گفت این گردن خمی که تو الک گردن خم کردی یا این حالت قدمهای ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجودت راه نتی، کبر در وجودت راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، لا يدخل الجنة، گفتن پیغمبر، وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خست، گفت پیغمبر خدا اگر مرد دوست دارد این که لباسی زیبا داشته باشد یا پایافزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می دارد. لباس زیبا پوشیدن، کفش های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن. گفت پیغمبر خدا الکبر بطر الحق و غمط الناس، گفتن رواه مسلم. کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است. این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایافزال‌های زیبا در اسلام هیچ مانعی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم میگوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کأنکم شامة فی الناس. شما امتی من وقت پولدار باشید، پولها را جاگه نکنید، گفتم پیغمبر، ذخیرش نکنید، بلکه چیکار کنین؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس در بر کنین، بخرین، لباس بهترین بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بنهاد. یک آدم بیچاره هم بخیلی هست که با همون لباسهای چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه بکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره.
برای همین پیغمبر احسنوا لباسکم، بهترین لباس بپوش. و اصلحوا رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها را سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان میشود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت از قطرمنی میگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایق تو نیست منی. تو از یک قطره منی شده ای، لایق تو نیست منی کردن لایق تو نیست، زیرا که تو پیدایشت از یک آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایق تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه ای، شاعر میگوید، نظر که میگه تو همون جیفه گفته همون نجاست، همون پلید، همون منی هستی. تو همان جیفه ای، این حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطره او میل به بالا چی کنی؟ البته کبر، پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است العز ازاری و الکبریاء ردایی. عزت از من است، خداوند میگوید کبر از من است. فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته، اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند، یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند، یا کبر میکند، گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته، عذابت میکنم. تو لایق تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کبر تمام حسنات ما و شما را میخرد، نابود میکند. از کبر باید ما و شما دور باشیم، دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سہولت دولت داریم، میلش دستگیر، اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست شگیریم، انشاءالله انا این چی است برای ما؟ با این عمل نازیدن در کار، با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است الا اخبرکم به اهل النار، آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان؟ کل عتول جواز مستكبر. پیغمبر گفتند آدم هایی که غلیظ، یعنی گپزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم بے پروایانه، بے اهمیتانه گپ میزنند. عتول جواز متکبر، سرکش و متکبرها گفت وارد دوزخ میشوند. این است البته یک مختصرا در باب آن شخصی که تکبری میکند، آن شخصی که مینازد، یا 4 سومه صاحب میشود، در حال در دستها چله و در گردنها گردنبند، و بعد دندانها را میبینی که طلا کرد، عائلش را میبرد دندانهاش را طلا میکرد و پدر مادرش گرسنه است. اینا حرام هستند. برای تمام مرد دندان طلا، گردنبند طلا، چله طلا، ساعت طلا، کلش حرام است، اجازت نیست. فقط میتواند کدام جوانی که چله را دوست میدارد، چله نقرگی، نگینش از عقیق باشد، باز بهترین میشود، مرحمت در دستان اندازید. لیکن چله طلا باشد حرام است، جایز نیست. داشته باشین در خانه بگذارین، در یک روزی سختیتون استفاده میکنین، لیکن در دستان گرداندن در اجازت نیست.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد شکر چنان پیشوا داریم خداوند علم شما را دوچند زیاد گرداند. من 3 سوال دارم. در قیامت از نماز از سنت ها پرسش است؟ البته پرسش است. برعکس نمازهای سنت و نفل این برای با مکمل کردن نماز فرضی ما و شماست. در روز قیامت وقتی که حدیث پیغمبر است، وقتی بنده را میپرسند در نمازهای فرض وقتی که کمبودی ها پیدا می شود، خداوند سوال میکرد است نظر کنین آیا یگان نافله و یگان همین سنت ها هم در نافله می درآید، غیر فرض ها تمام نماز همش در نافله هستند. کنی نظر کنین از نافله چیزی دارد؟ وقتی از نافله ما و شما تحیه مسجد داشته باشیم، نماز تهجد داشته باشیم، نمازهای 5 وقته سنت تأکید شده داشته باشیم، از اینها با فرضای ما و شما را خداوند مکمل میکنه. از این خاطر البته برای ما و شما لازم و ضروری است. او بدبخت است کسی که سنت در حالت نمیخوانه. 8 سالی در گوش ما میرسد که فلانی سنت نخواندند، اونا در شما تماما پیرو هم نشوید، با گفته اونها تماما توجه نکنید. در حالت جنابت ریش، موی سر یا ناخن گرفتن ممکن است یا نه؟ البته ممکن است. حالت جنابت معنای را ندارد که تو در حالت جنابتی و رفته در سر دسترخوان همراه فرزندات نشینی یا شرایط شستن هست و بی پروایی کرده باشی. نه، وقتی مثال حمام که در آمدی پیش از آنی که آبازی نیت داشته باشی غسل کردن، می توانی اول سر می تراشی، ریش می تراشی، چی عملی را که انجام میدی انجام ده، بعدا آبازی تکی کردی، درست است، یگان زلال زیان ندارد. از تلویزیون عربستان کانال شارقه شنیدم که در مسجدهایی که امر معروف و نهی از منکر نیست، در آن مسجدها نماز و دعای آنها قبول نمی شود. حدیث قدسی است. و باز یک داملا را پرسیدیم، جواب داد که در چند جای قرآن آمده است. التماس به سوالای ما انقتر و پره جواب گردانید. در مسجدی که امر معروف نباشد، نهی از منکر نباشد، وقتی که در اون مسجد بجای امر معروف و نهی منکر اگر گپ دنیایی باشد، در اصل حدیثای پیغمبر است که وای دیگر حکم مسجد ندارد. در مسجدی که امر معروف نباشد و در جای امر معروف اقلا سکوت اختیار نکردند، بلکه به گپ دنیایی مشغول شدند، فقط گپ دنیا می رود، اون زمان اون مسجد حکم مسجد دیگر ندارد. باید که البته کدام شخصی که پیشوا هست از همه ضرورش همین است که آمده تعلیم گیرد، کتاب‌های تعلیم گرفته رفته در بین مردم خوانده دهد. این مسجد هم یک فضیلت و بزرگیش همین است که باید که در داخلش امر معروف و نهی از منکر شود. وقتی جمع شوند و فقط به گپ دنیا مشغول شوند، اون مسجد دیگر حکم مسجدش نمیماند. خداوند هم در قرآن میگوید استعیذ بالله کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بین شما ای امت محمد بهترین امت هستید، زیرا اینه که در بین شما امر معروف و نهی منکر است. از این خاطر شما بهترین امت هستید، برای امر معروف و نهی از منکرتان.